انسان آمریکایی از گوشت و پوست و استخوان ساخته شده است و انسان افغانی ارزش ندارد. برای یک فرانسوی از ژورنالیست گرفته تا هر امکان دیگه بین المللی به کار انداخته می شود برای رهایی یک ژورنالیست. خوب است، ما اینو تایید میکنیم. اقدام بشرخواهانه است، ولی اقدام بشرخواهانه صرف برای یک طبیع آمریکایی و فرانسوی یا اقدام بشرخواهانه و صلحخواهانه برای یک طبیع افغانی، برای یک طبیع لیبیایی، برای یک طبیع فلسطینی نیز لازم است. در حریم مقدس نشستن بعض قدرت ها هر کاری را که انجام میدهد ولو با